زیر 5 ثانیه لوگو رو حدس بزن. آقا سعید بریم. بزن بریم. واتساپ چطوری رفقا، مهدی هستم و خوش اومدید به یه چالش دیگه به همراه این داداش عزیزمون. خان این چالش هنوز نگفتی به بچه‌ها چالش چیه؟ برو بیرون. امروز اومدیم که لوگو حدس بزنیم. اگه زیر 5 ثانیه لوگو رو حدس بزنی برنده ای. اینطوریه که هر کس جواب درست بده یه امتیاز میگیره. آخر ویدیو هم آقا سعید اونی که برنده شده میتونه به طرف مقابل برای 24 ساعت یه مجازات بده. میپذیرم. قبوله؟ هم بریم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام همین بالا میاد. حتما فالو کنید. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بریم اولی. ویکی‌پدیاست. یس. بابا یس. اینو سلطان تیر اومد تو ذهنم. بعد چیه؟ پپسی. من زودتر گفتم. بابا غلط کن. دیدی ویدیو سلطان چالشم من. پپسی. نه دیگه گفت دیگه. بهش رسید. بیا. همزمان گفتیم. با هم گفتیم. قبول کن. با هم گفتیم. بعدی چیه؟ تویچ. ای خدا. مهدی لوگو شناس تو کامنت ها. سلطان لوگو شناسی. دقت کنم. اسپاتیفای. وای خدا. چقدر بیرلودم. اینو نمیدونم. چی بود اسمش خدایا؟ تموم شد. وارنر بروس. کرو. سلطان کامنت های خفه شو. اینا رو دیدی ناموسن؟ نه خیلی سری میگی. بذار بیاد. اینو نمیدونم. واقعا نمیدونم. چیه؟ نمیدونم. بابا خیلی الکی دارم میبازم. این چی بود؟ بذار بیاد. استارباکس. اینستا. گفتی. ای وای. هنوزم جلوی آخه. جلو هم. چی ممکنه باشه؟ نمیدونم آجی. نه چیه این؟ چیه؟ نمیدونم. رود نداره چیزی نه. سابوی. سابویه. شیت. چیه این؟ برگر کینگ. تو اینو از کجا؟ برگر کینگ. یس. آمازون. بابا اینو میدونستم. خوبی داشت ها؟ الهی دوبارت بگم. دارم فشار میخورم. تیک تاک. رو زبونم بود. بابا میدونیم چیه آخه میاد ول میکنیم. تیک رو زبونم بود. گفتم بریم. دراپ باکس. مطمئنم. خوبی؟ اینو برا من. چی بود؟ وادم رفت. وای. دریم ورکس. مال انیمیشنه. میدونم. لینوکس. اوبونتو. داشت یه برنامه ایسی اینجاه. برنامه نویسی. لینوکس. میدونم اینو سر در نمیارم. ردبول. بنز. کی زودتر گفت؟ همزمان گفت. عجیب بپذیر. همزمان گفت. بابا مرسدس. دیسکورد. بابا دیسکورد. ایزیه. اینا مثلا همین الان آماده چالش باش. این چیه؟ وای اینو میدونستم. خیلی اونایی که دارم میدونم و اصلا میدونم و دارم میبازم. تارگت چی؟ مکدونالد. همزمان گفتیم. خیلی از چیزایی که میدونم و دارم میبازم. چی بود خدا؟ حالا ما یه بازی داشتیم. آفرین. یادم دومینوز. وای دومینو بود واقعا. پیپل. بابا مهدی پیپل بود. کندیم الان. خیلی جلو هم. خیلی جلویی. این چیه؟ این لوگوها چیه؟ بابا نه چرا اینجوریه؟ من که نمیدونم اصلا. چی؟ آدیداس. من زودتر گفتم. من زودتر گفتم. باشه حالا سگ کن. NBA. بابا NBA. بنازم. پوما. وای جگوار چرا گفتم؟ وای پوما. آره. جلو هم. جلوی نمیرسم. لامبورگینی. نه فراری. گفتی دیگه.
فراری. لامبورگینی آخه لاشی. منم گیج کردی. این چیه؟ نوتیفیکیشن. تیک اوور. چیه؟ از دیگه هم نبود. آودی. آودی. کی زودتر گفت؟ خوبی داشت هم الهی دور. همزمان نگفتیم قربونت بشم انصافا. من. باشه همزمان گناه داری. بهت ارفاق میکنم. این چیه؟ چیه؟ امو خرسه؟ هریبو. یوتیوب. بابا داریم کار میکنیم تو یوتیوب. اسمشو یادم رفت. قربونت بشم بابا عزیزم. کیتی. کیتی. هلو کیتی. هلو کیتیه. چرا من انقدر دیلی دارم؟ مهدی هلو کیتی باد. مادی لوگو. رولکس. من که چرا حدس گفتیم. نمیزنی اصلا؟ بابا لاشی میدونم آخه چی هر یادم بابا میره. حدس لوگو. چیه؟ اینو واقعا نمیدونم. اوه، اونایی هم که میدونم تو زودتر میگی. شل نمیدونم. پینترست بیبی. فایرفاکس. چی من اصلا بلدی؟ خسته شدم. چی بلدی؟ خفه شو چی بابا. بلدی؟ اونایی که میدونستم همه رو سری گفتی. کندی کراش. واقعا اینو نمیدونم. این چی چیه؟ بلدی عزیزم؟ چقدر خوبی تو این. کندی کراش سگا. تو لوگو. چی؟ آخه یه شانسی اسی توش بگی داره. حاجی میزنم. لویز. میدونستم یه اسی توش داره. لویز لیوایز داداش. حالا سوپرمن. گفت من خیلی ناراحت شدم عقبم. لاشی. مانستر. من زودتر گفتم. باش اینم برات. اینم برات نخوا زودتر گفتم. اینم آخه برات. لاشی. نمیدونم اسمشو واریه، فکر میدونستم. کنم. نه اشتباه داری میگی. یا لیپ رولینگ ستونز. چیه این؟ نمیدونم. چیه؟ آی نمیدونم چی. اصلا نزدیک نبود به چیزی هم که گفتم. چیه این آجیش؟ اینم میدونستم یادم رفته. تو میتونی بگی AT&T. نمیدونم چیه. آجی اینا واقعا هستن؟ چرا من این چیه؟ اوچ دوربینه نیکون. وای آنشرلی. بابا لنگ دارم. ون نایس. اینم میدونه چه دماغه. ایر بی ان بی. اسم میکنی دیگه نمیفهمین چیه. واقعا نمیدونم چیه اینجا. نشنال جیوگرافیک. وای. داداش بابام جیوگرافیک بارزیو. المپیک. همزمان نگفتیم. انصافا همزمان گفتیم بچه‌ها. آقا شادو که در میبینه همزمان گفتیم. ناموسن همزمان گفتیم. اینو نمیدونم. نمیدونم واقعا نمیدونم چیه. یادم رفته منم. هات ویلز. لعنت بهش. KFC. وای چیه این؟ موتور هوندا. هارلی داوینسون. لحظات آخر میدونستم. اسنپ چت. خوب حالا همه اینا رو دارم ولی سابوی سرف. همون اسمشو یادم نبود. من فقط تاپ وان اسمشو این یادم. گیم بودم. تاپ وان این گیم بودم چند سیزن. نمیدونم واقعا. برای خودت اصلا نمیدونم چیه. ممنونم واقعا. کی نمیدون. کرونا. نایک. همزمان گفتیم. نه واقعا همزمان گفتیم. اصلا نه. آجی همزمان گفتیم. شادو داخل ادیت نشون بده که کی زود. الان واقعا نایک. لامبورگینی. من گفتم لامبورشو تو گفتی گفتم لام. دیگه. بابا لام. چرا مکس میتونم کردم؟ امتیازشو مساوی کنم. مساویش کن آجی. به امتیاز جفتمونی امتیاز بده شد. ایکس باکس. گفت ارفاق کردم گذاشتم بگی. ارفاق نکردی تو ذهنت نبود. نه گذاشتم بگی. گفتم گناه ده. گوگل همزمان نبود یعنی. باشه قبوله.
اوکی. نتفلیکس. بابا زودتر گفت. مهدی سلطان حدس لوگو. بابا حاجی روبلاکس. اشتباه بود یعنی. روبلاکسه. هنوز باورم نمیشه. روبلاکسه. یس. روبلاکس. بگو. خدایا چی بود؟ میدونم چیه. میدونم. آندر آرمور. سوشی یادم نبود. این هانر دیگه. این هاویه قبول میکنم ازت. اینو دیگه میدونم داشت. نفری یه امتیاز. قبول آقا اوکیه. سامسونگ هم بیار دیگه. تمساح. چه میدونم. لاکوسته. نه این اون نیست. کراکس. ردیت. بابا حقت من فکر کردم اونو نمیدونم واقعا. لینگوینی. دوالینگو یه همچین چیزی. دولینگو. گفتی دوالینگو ولی میپذیرم. همونه لاکوسته. سانکلاد. گفتم نداشت. بابا اسما رو میدونی میدونی استرس میگیری از دارت. سانکلود. چیه؟ ادوبی. تسلا. همزمان بود. نظری چی از همین الان مجازات چی؟ نمیپذیرم. این شیره. آرک گریو ام جی ام. مترو گلدی. داشت توش. مسنجره. امتیاز قبلی رو بهم میدین آموسن؟ باشه قبوله. فیسبوک مسنجر. چی ممکنه باشه؟ چیه؟ حاجی چقدر آشناست. وای خیلی آشناست. پرینگلس. کوکاکولا. گفتم زودتر گفتم نمیتونی قبول نکنی. باش برا خودت. انقدر جلو هم که امتیاز چند هستن؟ خیلی زیاده. ویزا عزیزم. ایزی ان اینا برا من. سامسونگ. گفتیم. نه زودتر گفتم حاجی. بپذیر زودتر گفتم. پس من زودتر گفتم. امتیازش مال منه. اصلا جفتمون آقا درست گفتیم. مسترکارد. بابا امتیاز قبلی هم مال منه. من زودتر گفتم. بچه‌ها دیدن. مسترکارد نمیدونم اصلا چی هست. میشلن واقعا چی؟ میشلنه برند تایره. پیکسار ببخشید پیکسار نه یه تی ارزه کم آوردم واقعا. سونی. میدونم اینم میدونم. آها یه آلفا 7 عشق میکنم یه آلفا 7 3 بندازم این پشت. چیه؟ کلیج همچین چیزی. کولگیت. تموم شد؟ یه نداری بیاری ناموسن؟ نه ببین دیگه نداریم ولی میتونیم. اینه که من بردم. اگر بچه ها دوست داشتن، اگر لایک های این ویدیو، آقا ویدیو قبلی گفتیم 50 تا، بچه ها به 25 تا بیشتر نرسیدن. اگر 40 تا لایک بخوره پارت دومشو با حدس ماشینا میریم. یه دقیقه سانسور کن. مجازات داشتیم و اما بعد اختیار داری یه عکس بهت میدم باید 24 ساعت پروفایل اینستا باشه. نمی‌کنم همچی کاری. پیج کاریت میدونی همچی کاری نمی‌کنم. باید بکنی. نمی‌کنم. چالش مجازات. یه چی دیگه بگو. من می‌خوام باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما تو کامنت ها نظرتون رو بنویسید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام هم این بالا میاد. حتما فالو کنید. دوستتون دارم. با ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا